آموزش زبان انگلیسی در 90 روز درس 9. سلام دوستان عزیز، در این درس هم طبق معمول به شما لغت‌های جدیدی یاد داده خواهد شد. لطفاً به اونا خوب توجه کنین و سعی کنین تلفظهاشو به خاطرتون بسپارین. کمی غذا میخوام. I want some food. یه چیزی واسه نوشیدن. Something to drink. من میخوام بخورم و بنوشم. I want to eat and drink. با تو. With you. با کی؟ With whom? الان داریم صبحونه میخوریم. We're eating breakfast now. کمی نون میخوایم. We want some bread. و مربا. And jam. بعدن. Later. چاییم کو؟ Where's my tea? یه خورده یا یه ریزه. A little. متاسفم. I'm sorry. به این قسمت خوب توجه کنین. ببخشید آقا. Excuse me, sir. سوپرمارکت کجاست؟ Where's the supermarket? از اینجا دور نیست. It's not far from here. آیا ماشین دارید؟ Do you have a car? نه، ماشین ندارم. No, I don't have a car. 4 تا پسر دارم. I have 4 sons. فکر می کنم میدونم یا میشناسم. I think I know. پسرات. Your sons. فکر می کنم پسراتو میشناسم. I think I know your sons. آیا چیزی میخوای؟ Do you want anything? از سوپرمارکت؟ From the supermarket? آیا چیزی از سوپرمارکت میخوای؟ Do you want anything from the supermarket? آره، 4 تا پپسی میخوام. Yes, I want 4 Pepsis. و 3 تا کوکا. And 3 Cokes. 3 تا چای، لطفاً. 3 teas, please. 3 تا ماشین دارم. I have 3 cars. آیا دور از اینجا زندگی میکنی؟ Do you live far from here? آیا خونتون از اینجا دوره؟ Is your house far from here? خیلی دور نیست. It's not very far. ولی خونه شما دوره. But your house is far. میدونم، ولی ما 3 تا خونه داریم. I know, but we have 3 houses. من خونه ندارم. I don't have a house. من هیچی ندارم. یا چیزی ندارم. I don't have anything. ولی میخوام یه ماشین بخرم. But I want to buy a car. میخوام برم به یه رستوران. I want to go to a restaurant. کمی غذا میخوام. یا مقداری غذا میخوام. I want some food. آیا تو هم کمی غذا میخوای؟ Do you want some food too? چی داری؟ What do you have? چی میخوای داشته باشی؟ یا چی میخوای صرف کنی؟ What do you want to have? میخوام داشته باشم. I want to have. میخوام کمی غذا داشته باشم. I want to have some food. میخوام یه نوشابه داشته باشم. I want to have a soda. میخوام کمی چای صرف کنم. I want to have some tea.
آیا میخوای کمی غذا صرف کنی؟ Do you want to have some food? نه، مرسی. No thanks. میخوام یه چیزی بنوشم. I want to drink something. یه چیزی واسه نوشیدن. Something to drink. میخوام کمی غذا صرف کنم. I want to have some food. و یه چیزی واسه نوشیدن میخوام. And I want something to drink. میخوام یه چیزی بنوشم. I want to drink something. اوکی، ولی من کمی غذا میخوام. Okay, but I want some food. من میخوام بخورم و بنوشم. I want to eat and drink. میخوام کمی غذا بخورم. I want to eat some food. من یه چیزی واسه نوشیدن میخوام. I want something to drink. من یه چیزی واسه خوردن میخوام. I want something to eat. میخوای بری به یه رستوران؟ Do you want to go to a restaurant? نه، رستوران خیلی دوره. No, the restaurant is very far. میخوام اینجا یه چیزی بخورم. I want to eat something here. من یه چیزی واسه نوشیدن میخوام. I want something to drink. من اینجا یه چیزی واسه نوشیدن میخوام. I want something to drink here. میخوام یه چیزی اینجا بنوشم. I want to drink something here. با تو یا با شما. With you. میخوام با تو غذا بخورم. I want to eat with you. بهتر از من. Better than me. رسیدیم به بخش مکالمه. سعی کنین این قسمت رو با یکی از دوستاتون تمرین کنین و جملاتشون رو مو به مو حفظ کنین. ببخشید خانم، میدونید سوپرمارکت کجاست؟ Excuse me, ma'am. Do you know where the supermarket is? آره، من میدونم کجاست. من دارم میرم به یه سوپرمارکت. میخوای با من بیای؟ Yes, I know where it is. I'm going to a supermarket too. Do you want to go with me? آره، از اینجا خیلی دوره؟ Yes. Is it very far from here? نه، خیلی دور نیست. No, it's not very far. تو ماشین داری؟ Do you have a car? آره، ماشین دارم. اهل کجایی؟ Yes, I have a car. Where are you from? من اهل ایرانم، اما اینجا زندگی می کنم. من با پسرام زندگی می کنم. من 3 پسر دارم. I'm from Iran, but I live here. I live with my sons. I have 3 sons. شما در خونه با پسراتون انگلیسی صحبت می کنید؟ Do you speak English with your sons at home? ما در خونه انگلیسی و فارسی صحبت می کنیم. We speak English and Persian at home. به این جملات خوب توجه کنین. میخوای با من یه چیزی بخوری؟ Do you want to eat something with me? نه، با تو نه. No, not with you. با پسرت. With your son. ولی الان یه چیزی واسه نوشیدن میخوام. But I want something to drink now. میخوای غذا هم صرف کنی؟ Do you want to have food too? نه، الان نه. No, not now. با کی؟ یا با چه کسی؟ With whom? با تو یا با شما؟ With you. میخوام برم پاساژ. I want to go to the mall. با کی؟
With whom? اوکی، بای. Okay, goodbye. یه چیزی واسه نوشیدن میخوام. I want something to drink. چی میخواید بنوشید؟ What do you want to drink? الان میخوام غذا بخورم. I want to eat now. چی دارین؟ What do you have? میخوای الان غذا بخوری؟ Do you want to eat now? من الان دارم میرم. I'm going now. من الان دارم غذا میخورم. I'm eating now. الان داریم صبحونه میخوریم. به صورت غیر فشرده. We are eating breakfast now. الان داریم صبحونه میخوریم. به صورت فشرده. We're eating breakfast now. صبحونه. Breakfast. من صبحونه میخوام. I want breakfast. میخوام صبحونه صرف کنم یا میخوام صبحونه داشته باشم. I want to have breakfast. اوکی. چی میخوای بخوری؟ Okay, what do you want to eat? چی میخوای صرف کنی؟ What do you want to have? 3 تا چای لطفاً. 3 teas, please. و 4 تا قهوه. And 4 coffees. آیا صبحونه هم میخوای صرف کنی؟ Do you want to have breakfast too? بله لطفاً. Yes, please. ما کمی نان میخوایم. We want some bread. آیا چای هم میخواید؟ Do you want tea too? آره، چای هم میخوایم. Yes, we want tea too. کمی چای و نان. Some tea and bread. و مربا. And jam. کمی نان و مربا. Some bread and some jam. میخوایم صبحونه صرف کنیم. We want to have breakfast. با کی؟ With whom? با شما نه. Not with you. و الان نه. And not now. دوستان عزیز، در زبان انگلیسی معمولاً قید زمان در آخر جمله میاد. به مثالهای زیر خوب دقت کنین. میخوام بعداً برم منزل. I want to go home later. میخوام بعداً یه چیزی بخورم. I want to eat something later. در منزل؟ At home? نه، در یه رستوران. No, at a restaurant. کمی نان با کمی مربا میخوام. I want some bread with some jam. یه چیزی واسه خوردن میخوام. I want something to eat. یه چیزی میخوام بخورم. I want to eat something. ولی الان نه. بعداً. But not now. Later. میخوام یکم غذا صرف کنم. I want to have some food. میخوام بعداً صبحونه صرف کنم. I want to have breakfast later. چای من کو؟ یا چای من کجاست؟ Where's my tea? اینجاست. Where's my tea? خونت کجاست؟ Where's your house? خونم اونجاست. My house is there. 2 تا پسر دارم. I have 2 sons. پسرام تو کانادا زندگی میکنن. My sons live in Canada. یه کمی نان و مربا میخوام. I want some bread and jam. ولی الان نمیخوام صبحونه صرف کنم. But I don't want to have breakfast now. الان یه چیزی واسه نوشیدن میخوام.
I want something to drink now. ببخشید خانم. Excuse me, ma'am. آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟ Do you speak English? آره، یه خورده یا یه ذره. Yes, a little. یه خورده. Little. یه خورده صحبت می کنم. I speak a little. یه خورده دیرتر. A little later. الان نه. یه خورده دیرتر. Not now. A little later. میتونیم یه خورده دیرتر غذا بخوریم. We can eat a little later. میخوام بعداً صبحونه سرو کنم. I want to have breakfast later. آیا میخوای الان بری پاساژ؟ Do you want to go to the mall now? نه، میخوام یه خورده دیرتر برم. No, I want to go a little later. آیا شما میتونید فارسی صحبت کنید؟ Can you speak Persian? یه خورده فارسی. A little Persian. یه خورده فارسی صحبت میکنم. I speak a little Persian. ولی انگلیسی نمیتونم صحبت کنم. But I can't speak English. متاسفم، نمیتونم انگلیسی صحبت کنم. I'm sorry, I can't speak English. میخوام برم مغازه. متاسفم. I want to go to the store. ولی من نمیتونم باهاتون برم. But I can't go with you. متاسفم، ولی نمیتونم باهاتون برم. I'm sorry, but I can't go with you. به لغات زیر خوب توجه کنین. مخصوصاً به تلفظهاش و اونا رو به ذهنتون بسپارین. 3. With whom? With. With whom? Bread. Breakfast. Jam. A little. A little. I'm sorry. Later. به جملات زیر توجه کنین. آیا میتونی یه خورده دیرتر بری؟ Can you go a little later? امروز نمیتونم برم. I can't go today. امروز نه. Not today. پسرم اینجاست. My son's here. و میخوایم صبحونه سرو کنیم. And we want to have breakfast. ولی الان نه. یه خورده دیرتر. But not now. A little later. چای من کو؟ Where's my tea? یکم نان میخوام. I want some bread. با یه خورده مربا. With a little jam. آیا میخواید صبحونه بخورید؟ Do you want to eat breakfast? آره، میخوام صبحونه سرو کنم. Yes, I want to have breakfast. ولی الان صبحونه نداریم. But we don't have breakfast now. ولی من یکم غذا میخوام سرو کنم. But I want to have some food. یه چیزی واسه خوردن میخوام. I want something to eat. متاسفم، نان نداریم. I'm sorry. We don't have bread. ولی
یکم مربا داریم. But we have some jam. آیا ماشینت منزله؟ Is your car at home? بله، ماشینم منزله. Yes, my car is at home. آیا پسرت منزله؟ Is your son home? نه، پسرم منزل نیست. No, my son's not home. پسرم تو ایرانه. My son's in Iran. میخوام باهات صبحونه صرف کنم. I want to have breakfast with you. ولی الان نه. یه خورده دیرتر. But not now. A little later. الان یه چیزی واسه نوشیدن میخوام. I want something to drink now. و بعدن یه چیزی واسه خوردن. And something to eat later. متاسفم، الان میخوام برم. I'm sorry. I want to go now. اوکی، بای. Okay. Goodbye. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان درس 9. تا درس بعدی، خدا نگهدار.